خسته نباشید. چطوری که میبینید محبت رو نه تنها با سخن میشود بیان کرد. استاد جمال، عشق چه لحظه های زیبایی دارد. عشق دو نمود میشود. نمودی اول به مثل نای حقیقتی بزرگ را میبیند، دیگر همه چیز را تازه میکند. دویمش چی استاد؟ و دیگر دل میدهی و از او جواب انتظار میشوی. دیگران را چون رقیب نمیشناسی، میگویی که من هستم، آنها چی هم کرده میتوانند. جوانها نیز میخواهند دانند که در حال حاضر چگونه عاشق باید شد. رومانتیزم بر عشق زینه‌پایه شدنش ممکن و یک شرط: انسان در حقیقت خودش را دوست می‌دارد، زیبایی خودش را، قوای خودش را، و می‌خواهد دیگران نیز این را تصدیق کنند. کسی که خودش را از حد زیاد دوست می‌دارد کسی دیگر را دوست داشته نمی‌تواند. انسان باید دوست دارد، اما نباید انتظار منفیت شود. میوه عشق شیرین است. بلبل میگردی، در نزد خار از زبان شهد و شکر میریزد. زنبور میشوی، عسل میکنی، اطراف را شیرین میگردانی. چون این عشق انسان را مجبور می‌سازد تا پلی بر بی آخری بسازد. اگر با چنین عشق لیلا شوی، داستان مجنون تولید میگردد. فرهاد باشی، به مثل شیرین داستان زیبای تولید میگردد. زنبور به گل عاشق شده عسل می‌آورد. عشق شما نیز باید چنین باشد، بی آلایش. نه کینه در او باشد و نه نفرت، نه خون باشد و نه غضب. بچه ها، عشق فرهاد می شود و کوه را پاره می کند. از آن آب می گذرد و بیابان سبز می گردد و اطراف جان می گیرد. اگر عشق سخن گوید و درد گوش کند، در آن صورت دوست داشتن نیه، بلکه محبتی بی آخر به میان می آید. معلم ها درس را دراز کردند. چای